یه منفی توی یاوریه مخرج داریم. خب هیچ بگم اون یاوری هم یه مدل دیگه گفته بود واسه فرمولش. یک بره تو آ بودش با ال یه چیزی. من نمیدونم. اینو یه منفی داریم قوی. علیرضا انبری رفت دوتا نتیفش واسم اومد. خب ما یه حالتی داریم که اون یک منهای ایکس بود، اینجا برعکسش داریم. یه منفی توی صورت رو مخرج ضرب میکنیم، یه منفی برام میمونه. آرک تانژانت داریم، بهش میرسیم اون موقع به موقعش میگم. ضریبی واسه اون چیزی که به توان دو رسیده نداریم، پس نمیذاریم واسه چیزی. اصلا هم میذاشیم ولی نمیذاریم فعلا. نداره ضریبی. ضریبش یکه، بذار بگیم منهای یک میشه ضرب. خب این به توان دوه، یعنی یه دوم بوده. یه دوم ضرب میشه آرک تانژانت. چیزی که داریم تیه به علاوه یه دومه که ما میایم چیکار میکنیم. تیه به علاوه یه دوم که این بمون میاد توی مخرج دیگه. این آ بگیریم آ2، این میاد توی مخرج تقسیم میشه بشه آ2 یه چهارم آ چیه یه دوم. حله. فرمول اصلی رو می‌نویسم براتون. پایین‌تر مگه نیست فرمول اصلی؟ واسه کوتانجات فکر کنم اتفاقا توی اون جزوه‌ای که توی اون موقع درس دادم نبود، توی این اضافه کرده بودم. ولی خب اونو یه بار چیز کرده بودم قبل ترش دیگه همون رو برده. هیپربولیکش فکر میکنم بود، بقیهش نبود. آره این نبود تو جزوه، اونی که اون جزوه قبلیه نیست، این الان. چون اینو بعدمون، این 2 روز بعد اون اضافه کرد. آها، همه چیز امشب دارم برعکس می‌کنم. حالا علیرضا این شد جواب. اینم میذارم خودتون حل کنید، ولی میگم الان سینوس توانش چیه؟ فرده. سی تانجانت مساوی ایکس دوم. میرسیم اینجا. یه نگاه بندازم به مثالا. حل همین درست ها رو داریم. حالا این دوتا رو حل میکنیم، بعدش میریم یه آنتراک خوب. خب اینجا ما اینجا باید چیکار کنیم؟ کدوم باید استفاده کنیم؟ لوج دیگه دوره یعنی تانجانت ایکس. به صورت داریم اجریم.
آدو ضرب داره تی2 اینشون مخرجشون یکی میشه دیگه، بذار همه رو با هم بنویسم. حله این با این میره دیگه، مساوی میشه با چی؟ ما یه اشتباهی تا الان تو کل این انتگرالایی که حل کردیم داشتیم. سی نمیذاشتی عدد ثابت منظورم. دقیقا. آخرم یادمون میره تو امتحان بخوره. همون دیگه، همینو من من میگم. اینو مینویسم یه سی مونده رو دستم مینویسم میرم تو امتحان. بعد کی میخواد به جلوی من بگه چی نوشتی؟ سی نوشتم، چیکار میخواد بکنم؟ خب این سیه رو بهترین دفاع حمله است. میتونی بری سر جلسه داد بزنی بگی چرا من رو دستم سی نوشتم. خب میرسیم به این چیه ما این یکی خود تانژانت دیگه، آرک تانژانت. دقیقا یک آمو داریم، همیشه ضریب درجه دومون هم داریم، یک بیوم آرک مثلا قبلی من علامت هیپربولیک رو گذاشتیم خاطی نشه نه گذاشتیم. ب سی روی آ حله. حل. آخرین مثال قبل آنترک. اینجا باید چیکار کنم نظرت موین؟ به نظر من آره خب تا الان اونایی که داده بودی همش تو مخرج بود. این یکی از هموناست که تو صورتم یه عدد ثابتی به علاوه میشد. میتونیم بگیم تا اون موقع تو صورت اونایی که بودن توانشون صفر. حالا ما هم اینجا پایین یه توان زوج داریم، بالا توان هرد داریم. خب خب بذار یه راهنمایی بهت بکنم. ما اگر میخوای بیاریش تو تانژانت مخرج؟ رو نه اوکیه. خب ما اگر تانژانت ایکس دوم بگیریم چه حالتی میشه؟ مخرجمون رو بررسی کن. اگر تانژانت ایکس بگیریم چه حالتی میشه؟ تانژانت ایکس دوم بگیریم یعنی جایگذاری کنم الان تو ذهنم. آره اوکی. کوسینوس 4 ایکس میشه تانژانت ایکس. کوسینوس 4 ایکس میشه یک به روی رادیکال یک به علاوه ایکس رو به توان 2 4 هم که داره. فرض کن اینا ایکس فعلا، اوکی. اون چهاره رو فعلا بیخیال. شاید ما خواهیم بعد از ایکس دوم بریم یا ایکس. یک به روی یک به علاوه تی دو. بالا هم که داریم یک به روی رادیکال یک به علاوه تی دو. خب دی ایکس هم که میشه دی تی به روی یک به علاوه تی دو. خب نداره زاف فول اسکرین در اومده هستیم.
اون پایین میشه نه، یک به علاوه تی دو ها با هم میرن، یه دونه رادیکال یک به علاوه تی دو میمونه. خب رادیکال ما دوست داریم یا نداریم؟ چرا باید رادیکال دوست داشته باشی؟ پس تانجانت ایکس دوم نریم. بریم. ببین من یه چیزی از ذهنم رسید. اگه که ما بگو. یک منهای کوسینوس 4x رو بیاریمش پایین بشه -1، 2-1 میشه 1. اما اول میتونستی به این نتیجه برسیم تانژانت ایکس دوم بریم. چرا باید 2-1 بشه 1؟ بین اونا جمع، بین اونا منها. ها خب نه دیگه، کلا تواناشون رو جمع میکردیم دیگه. نه این صورت یک منهای کوسینوس داریم، مخرج یک به علاوه. آره تنها نیست. اوکی. خب پس گفتیم تی مساویه تانجانت ایکس دوم. اوکی ایکس اون اینجا چیه؟ 4x هر جا x داشتیم تو، هر جا چیز داشتیم توش، آره دیگه هر جا x داشتیم توش باید 4x می‌ذاشتیم. اون وقت دیه تیمون خب اگر بگیریم، اگر بخوایم دیه ایکس رو حساب کنیم، قبول داری ضرب در دو میاد بغل دیه ای به خاطر جلوی تانجان؟ آره یه بار دیگه بسا چی شد؟ ببین ما داشتیم تی مساوی تانجانت ایکس چهارم. خب 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 این تو دیه ایکسش خب هر چی داشتیم ایکس دوم است. ایکس دوم. آره این تو دیه ایکسش هر چی داشتیم خب خب این یه دومه ضرب میشه تو دی ایکس دیگه. اگه ما میخواستیم مشتق بگیریم میشه یه دومه فلان 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 دی ایکس. یه دوم جلو تانجانت رو میگه مشتق ایکس دوم. خب خب اون وقت میرفت اون ور ضرب در دو میشد. حالا اینجا ما تانجانت دو ایکس رو داریم، میتونید دی ایکس رو حساب کنید. اینجوری دارم میگم سریع در نظر بگیرید. خب این یه ضرب سوال در دو مثلا میشه. خب اگه من 4x رو مثلا یه زدی بگیرم، این وقت راحت‌تر نمیشه فکر کنم. همه رو دیگه لازمه بعد تهش خب عوض اون کنم. وقت باید دی زد رو حساب کنی که میشه 4 تا دی ایکس. اون وقت میتونی یه دونه یه چهارم بیاری بیرون. آره فکر اینجا خب راحت‌تر نمیشه تا اینکه مثلا مجبور شیم تانجانت 2x میگم بگیریم. انتگرال چند روش میشه حل کرد. من اینی که دارم بهتون میگم سریعتر. اصلا تانجانت دو ایکسه، تو می تانجانت ایکس دوم اونو میدونی چی بود. اینجا میبینی 4 برابرش داری حساب میکنی. خب خب یعنی اونی که داشتی 4 برابر شده. یه ایکس داره ضرب در یه چیزی 4 برابر عقب نمیشه. پس اوکی اون طرف فهمیدم اونی که حله. داشتی تقسیم بر 4 میشه. دقیقا میشه همونی که تو گفتی، فقط این دیگه نیازی نیست بنویسی. این یه حله. ضرب میگی تانجانت دو ایکس تی میگیرم که جای دی تی این دفعه چی میذاری؟ جای دی ایکسش میذاری دی تی چهارم. مخرج یک منهای کوسینوس بتا کوسینوس 4 ایکس رو داریم که داریم در است. یک منهای کوسینوس 4 ایکس. کوسینوس چی بود؟ یک منهای تی دو علاوه تی دو. پرانتز دیگه بس بتوانیم صورت هم جمع بود، مخرج جمع بود، صورت هم منها یک منهای تی دو که برابر تی دو. حله
حله. ناصری واسه دیتی هم میشه یه نمیره ایکس مونم آها آره. 2 تا به روی یکی به علاوه تی دو بود که این چه کمکی بهمون میکنه؟ این مخرج مشترک بگیریم، این با توان دو این و این میره. سخت بود ولی این اولش به ذهن آدم ما بذار اون نمیاد. یه چهارممون دفتر دو میشه یه دوم میاریم بیرون. تو صورت این یک به علاوه تی دوه میشه یک به علاوه تی دو منهای یک منهای تی دو به علاوه تی دو منهای یک منهای تی دو میشه یک منهای یک به علاوه تی دو. این یک به علاوه تی دو. آها اینجا چی داریم؟ اینجا ما مخرج مشترک گرفتیم، این توان دوش با هم مخرج مشترک بگیریم، حواستون باشه. یعنی این توان دو، این یک به علاوه تی دو به توان دوه. علاوه میشه با یک منهای تی دو به توان دو. الان اشتباهی کردیم یا نه جی؟ یه چک بزنی؟ اشتباه داشتیم؟ جوابو میاری یه لحظه؟ هنوز به جواب نرسیدیم ها. هنوز داریم جواب می‌کنیم. نه منظورم این معادله است. درست درست. دو صورتمون میشه دو تی دو، با اون یه دومه میزنیم بریم تی دو. مخرج قبول دارید این منفی و جمعه که بینشونه چون اون دو تی دوه که ضرب میشن دیگه دو برابر اولی در دومی میرن اینا با هم. پس داریم دو به علاوه دو تی چهار. درسته؟ اینجا چیکار میکنیم؟ دو رو فاکتور بگیر بنداز بیرون از انتگرال، میشه یه تی مساوی به یه آلفا. دوم میشه تی دو یک به علاوه تی چهار. چجوری میشه آلفا؟ صورتشونه. خب فکر کنید روی این زمان زیاد میاد. فکر کنید کانترکت نرفتیم ما. نه کانترکت نیست. باشم یه علیرضا کسی رو کلاس
الان قراره اینو حل کنیم، اینی که جلو را این که نوشتم قراره حل کنیم.